آغاز پل کوت سنگی در خدمت شما قرار گرفتیم. نه نام خدا تایت و رایت هستم. همی 16 دانه بچه را پیش ما آرتن نمیته به زور خدا دکار کارگر است. یه زیاد میشه بنده خدا 1500. ای بابا معلم تگان بچهش مریض باشد به خاطر بچه بود که کراچی میو بچهش مریض بود. استاد هم هستین؟ استاد مکتب هم هستم. بله. مکتب هستین؟ بسیار. استاد کدام بخش تدریس میکنین؟ بخش ریاضیات. 1 کیلو گاز 90 روپیه ده. 90 روپیه هم دست. د سړی د دې کراچۍ نه د څه پیدا کړم. لاس نفر آشاخور لرم. نه کجا بریم دیگه؟ دیگه میری؟ نمیرم دیگه چی رو بیارم؟ لاشت. شو بفروشم. اگه درود یک گزه دیگه نخیر شو چی میکنه؟ 5 روپیه؟ دی 5 روپیه فایده است. دی فایده خود مقصد دولت کامو میکنیم زنده خوبونه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی. امیدوار هستم که یک روز دیگر را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستان عزیز، آب و هوا بسیار زیاد گرم شده، خصوصا در افغانستان امروز هم آب و هوا 34 درجه بود. دیگه ما گفتم باش که هوا خوب صحیح کمک سرد شوه و عصر سردتر شوه تا اینکه بخیر یک برنامه زیبا برای شما تهیه بکنیم. ما ربی میرزا هستم. دوستان آمدیم به منطقه پل کوت سنگی. آغاز پل کوت سنگی در خدمت شما قرار گرفتیم تا از اینمی جمع جوش و بیروبار هموطنان که مصروف خرید و فروش بازار عصر هستند یا سودای عصر خود خرید و فروش میکنن بر شما گزارش تهیه بکنم. با طرف دستراست مک پایینتر برین دوستان عزیز، چهارراهی میه که مستقیم برین به سمت دارالامان را داره. اگر دست راست برین سمت چهارراهی قنبر نقاش و اگر دست چپ برین به سمت شار و اگر بالاتر برین کارته ما برین سرک چهارراهی قنبر همچنان و سمت چهارراهی کارته پروان. امید است که تا آخرین دقایق با ما همراه باشین. بریم به طرف دوستا و بزرگایی که در اینجا هستن و مصروف کار هستن. بیاین که بریم ببینیم اولین مصاحبه شونده ما کی است. میفهمین دیگه که من دوست دارم بیشتر با این بزرگا بیشتر صحبت ها را شروع بکنم. السلام علیکم پدر جان. مانده نباشیم. صحت خوب است؟ جان جور است؟ فامیلا خوب است؟ فضل خدا شما خوب هستید؟ قربان چه خوب کچالوی آوردی. پیشترم نام خدا گفتم. والا نام خدای کچالی زرد مغز است. کچالی وطنی است. کچالی کجاست پدر جان؟ کچالی وطن است. کچالی سمت لوگر است. سمت لوگر است. این کچالی سمت لوگر است. شیرینی نداره این کچالو؟ نه این کچالو صرف قرمک و چسک و بدر زرد مغز خوب مزدار کچالو سایی. انقدر دوستا بگه چه خوب مزه میده چپسش قرمه کچالو. خصوصا این دردرا باشه قلوخی کنی قلوخا را جمع کنی مابا نشاتش کنی کوخ شو بازی را پرت سرش بازی را دم بته مثل برنج واره بازی یک مزه میته کیف میکنه کیرام بانی. از این معلوم میشه خوب چکری هم هستی حاجی سر. والا چکری خواه ما چکر نزنیم نمیشه. والا روزای جمعه سنای پغمان پلیس یادگان چکر میریم هوایی چکر خدا میزنیم. چند ساله باشی پدر؟ شاید 65 باشم. نام خدا. 65 دستی کم تو سر پای هستی؟ نه نام خدا تایت و رایت هستم. همی 16 دانه بچه را پیش ما آرتن نمیته به زور خدا دکار
استاد کار پخته شده. نام خدا. برای من این کار سپورت شده. گفته یگان تو روغن زرد خوردی. روغن زرد میخوردیم، دنبه میخوردیم، بیادر مالده چنگالی میخوردیم سابق. حالا نیست او چیزا. دنبه را خام میخوردیم سابق. میخوردیم. حال نیست گپ حال اگه بخوریم و مال سریم و بد میخوره. حالا میگن فشار پیدا میکنه نه؟ چربی خون فشار سکته مغزی میکنی. کچالو رفیق دسترخوان ما و شماست. حالا این کچالو خو سری 7 رقم پلاو چلاوی بالاست. یادت باشه حاجی صاحب خدا بازار هستی ای 300 را پشده بود. 3.5 مرغ هم کده قیمت شده. 3.5 ما سودا میکردیم میره بچه. تقریبا 400 گوشت گوساله بود 3.5 بود. 3.5 ما 3.5 سودا میکردیم کچالو را. حالا چند شد حاجی صاحب؟ حالا 220 240 همین چیز نرخ 60 ساله. چه بزرگ شدن. شکر بچه ها بزرگ است خوب است. نمیتی به بچه ها دیگه حالا. نه اینی بچه های اینی ها که هست این گرد گوشه پیش یکیش آرسن نمیت پیش ما آرسن نمیت به زوری الله دکار. والا اما تو تایت رایت باشی گفته خودت. نه والا تایت رایت است اون تو. اگه والا تگرفته. خداوند تعالی والد بگیره کامیابی دنیا و آخرت باشی بچه. عزت باشی. قربانتم. قربانت بخیر باشه. با عزت باشی. دعای شما برای ما گنج است. خیلی بینی. با عزت باشی بچه. السلام علیکم. خداحافظ. عجب کچالوهای است دوستا مرا خوش اومد. شما ببینید. اما تو کچالو فقط بگی کله فیل. کچالو کله فیل. نام خدا بخیر باشه جسم. سلامت باشی. دوستا بیاین کامو تو پایین بریم. نام خدا دیگه بازار ترکاری و میوه است و چه خوب همه تو ترکاری یکای پاک و صفا را شما ببینین دوستا کمی خوشت میاد کمی ترکاری را بخری. والا می دوستایی که باز ترکاری را پاک میکنن مرا خوش میاین که میگم بیخم تو بغل بگیرمشون. چرا ترکاری یکم که گل خاک می داشته باشه بازی که ششته شوه هم یک رنگ دیگه میکشه سبز هم تو. بیادر چی آوردی بخیر؟ سلام برسه. مانده نباشی. مانده نباشی استاد خوب هستی بخیر هستی؟ دوستا بیادر خوب است؟ شکر الحمدلله. ای از خودت هستی دیگهش؟ ای هم از خودم است ای هم از خودم است لیمو از خودم است. ای باش کی طرفت بیایم. بیا. نام خدا کل منطقه از خودت است. شکر. دیگه که تحویل نفت الله. بسیار گرفتگی بگی. گرفته. بیا. بادرنگ چند شده؟ بادرنگ ارزان شده. کیلوی 10 روپیه شده. کیلوی 10 روپیه شده. خودتون چند می؟ با خودم مال میاد 1 کیلوی 7 روپیه 8 روپیه. 3 روپیه غریبی دار. شما چیست؟ نام زازای. زازای جان. شما از دمی بازار مصروف کار هستی بود؟ والله شکر میگذره دیگه خدا رو شکر. 5 سال شده هستی؟ چقدر؟ 5 سال میشه یا زیاد؟ ولی زیاد میشه 10 سال 5 سال 10 سال میشه. چطور از بازی ترکاری از دیگه به حساب دوستا زیاد میبرن حتما؟ دیگه ضرورت مردم است میبرن. تو رفیقا هم هستن که پاکتکی از پیشت ببرن؟ خیلی. روزانه 100 پاکت 80 پاکت 50 پاکت. 100 پاکت از اما تو فروختگی بگی؟ 100% ان شاء الله. چند تا شاگرد داری در کار؟ شاگرد دیگه یک تا اینجاست یک تا اونجاست دو تا یک تا خودم سه تا خودم کل استاد هستی. 3 کراچی سه کراچی 3 تا یک دو سه لیمو طرف لیمو نریم یک چکر میریم بیا یک چکر بریم دوستا. لیمو رو ببینیم اما تو یک رنگ بسیار خوبش داره. زرد کشیدی و برد روشن است اما تو روشن است ان شاء الله. بازی لیمو چند شده لالا؟ لیمو کیلو 100 روپیه. بس بلند رفت. نه ارزان شده کیلو 200 2.5 بود. لیمو لیموی کجا است؟ پاکستان است. از راه ایران می قیمت از راه ایران میاد. ان شاء الله بار میشه میاد اینجا. راه ایران از راه خود ترخم میامد. از راه ترخم میامد با کیلو 50 60 می بود. حالا ایران میره از ایران پس افغانستان میاد کیلو 100 روپیه است. عجیبه که یگان او لیمو جور میکنین چاشتانه. 100% شاو سو بار وقت دل موشد. گرمی را میوردن. استاد بیخی دیگه بغیر گرمی چند مرض زده واس. خاصیت طبی داره. بخیر باشی زازای بیاد. قربان سلامت باش. زنده و سلامت. وقتت بخیر. در فروشاتت برکت. خداحافظ. دوست بیاین که تو پایین‌تر بریم بخیر. بازار ترکاری و میوه است. ببینیم که دیگه دوستا و بیادرها ماما سلام علیک. مانده نباشی. جان جور است؟ جور است. کسب کار بخیر مگذره؟ شکر بیاده جور است. پاک صفا ششتیش هم تو خوش آدم میای. خدای کارت که باشه باید پایین بخاله.
5 روپه دی 5 روپه فایده است دی فاین به خود مقصد اول کامو که میکنیم زنده خوب کنیم نه شکر خدا زندگی خوب میشه من زنده میمونیم دیگه الله چه وادی کنیم رزق داده ان شاء الله وزیر پاک صفا خودت این میشی پاک صفا خودم میشویم انت میسر کراچی میچنم سوداش میکنم یا قماندان که همکاری میکنه نه خود فعلا وار اذیت نمیکنی نه دیگه حالا فعلا خودم هستم میسر کار چند ساله شدی بخیر یک 43 سال 52 53 شده 53 روز بچه‌ها جوان شده شکر خدا را شکر این می سودای شام و دیگه سوداست دیگه یعنی شام دیگر سودای ماست دیگه وقت خواه هستیم قرار چاشت خود پشم پر نه چاش تو بهتر دونو پشت قرار دو گنتا نمو قید هستیم یعنی دیگر دیگر شده اینجا ما برایم یک پیسه یک تام روزی رو پیدا میکنیم دوستا واقعا های ارزش در پر داره شما ببینین پاک صفا ششتگی است یک ذره گل و خاک چیز نداره خصوصا امی کرما را تو پیش بیا مرتضی دو رقم کرم و ماجی صاحب آورده دوستا شما ببینین همون یک نمود دسترخوان دیگه جور میشه ماشاءالله نه ان شاء الله دیگه در ترکاری حرف نداره بخی دیگه در سر خود در کت سنگی گروپ کار باز چند گروپ کار 20 رو میدیم شوا غنیمت شده سابقا یادم میامد باز که پدرم پشت سودا که میبرم باز گیسا روشن گیسا حالا خو گیسا رفت دیگه حالا بهتر یک ذره در جولیش میتک یک ذره حالا بهتر فرمای ما بالا شده حالا بهتر شده دیگه گفتی در کل کت سنگی نیست ولی که باشه گفتم نیست باز بگرد از این سر تا مو سر اون موقع ترکاری فروشی 40 ساله نمی کارم است 40 سال نمی کارم است از من نمی کت سنگی برو سال کنه نمی سر ترکاری فروش تا مو سر سعی کنم تو سوم است یا نیست نام چی بود کاکا نام توریالای 40 ساله کاکا توریالای بدر نمی ترکاری فروش است خصوصا نمی کت سنگی دیگه دوستا میشناسن نمی کت سنگی بدر شد پیدا شدم نمی کت سنگی نمی کت سنگی دوستا چند شب هستی کاکا 10 شب 9 شب 9 بجه شام بازار است می باشه دیگه یگانه کی بده میخرد روزی خدا میخواد بشه جان جور باشه خدا جان نشرمونه تام زنده و جور سلامت باشه برکت دست سودایت باشه بیا توکل به خدا خداوند تو رو جان و جور بده قربان چم کاکا بخیر باشی سلامت باشی سلام علیکم حاجی صاحب خوب هستی صحتت خوب است خلاص کردی بخیر ماشاءالله والله خلاص کردیم دیگه چه قاورده بودی 10 سیر 10 سیر نمیشه خلاص 10 سیر هم خلاص نمیشه بازار خراب است چی شد چی شد خلاص شد دیگه حالی چی دیگه سیر چند شده چی است ها سیر چند شده 120 شده بود 120 شده بود باز دو رقم است یا یک رقم نه 10 رقم جور کردیم از پیشش یک رقمی شده نه کاکا چقدر 1 کیلو است یک شرکه 2.5 کیلو از 10 روپیه میفروشیم پس 1 کیلو 16 روپیه تمام 19 روپیه تمام این پاکت چند میفروشی 10 روپیه هم دیگه نمیخره انا 40 روپیه تمام 10 روپیه هم نمیخرن 40 تمام است حتما زیاد شده نه زیاد شده نه زیاد هم نیست بس وضعیت خراب اقتصاد خراب است پیسه کم است پیسه نیست پیسه حالا میری بخیر نه کجا بریم دیگه میری نمیرم دیگه چی رو بیارم حالا شد شو بفروشم اگه درود یک کس دیگه که نخیر شو چی میکنه هر چیزی که در نصیب ما تو باشه سلامت باشی سلامت چای کتاب خو سلامت باشی شما میخوشه سلامت بخیر باشی سلامت باشی زنده باشی سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین چی کاروبار میکنین شما ترکاری سودا میکنم بله ترکاری سودا میکنم همینجا ترکاری سودا میکنی بله ها از کجا آمدی بخیر از لغمان خانه لغمان است بله از اتاق از چه رقم نه خانه را بردیم یک 3-4 روز میشه خانه بردیم اینجا خوب است هوا هوایش یا لغمان اینجا با هوا ان شاء الله خوب است سردتر است سرد است بله ها زیاد گرمی است روز گرمی زیاد است بله وقت نارنج شده نه وقت نارنج نشده بعد از اسد دیگه بعد از ان شاء الله وقت نارنج شروع میشه چی سودا کردی امروز ان شاء الله بله روزا اول کمک نابلدی میکنه دیگه نابلدی بود دیگه ان شاء الله خوب شد متا ان شاء الله در کارت برکت زنده باش تشکر بخیر باشی تشکر خوب هستی لاچورت هستی مانده نباشی حالا بازاران است دیگه خلیفه ولی خیلی مردم در بازار چی میکنن بازار بری بار از به پایده بازار چکری بازاره چقدر سودا کردی یار 1000 سودا کردیم صبح تا بالا مسعود نیست نه 2000 مال آوردی 1000 سودا کردیم
نیم پیسش نو برآمده. نیمش نو برآمده. گرمی هم از دیگه در روز گرمی است کس نمیگرده. انشالله تا خفته نمیره خدا مهربانه. چند ترازو آوردی؟ 140 دسته بود. 2-3 ترازو میشه؟ زیاد میشه. زیاد میشه. یک 10 ترازو میشه بیسه. حال دیگه نمی وقت بیادر گندنه است که چی میگن آشک و اینمی بولونی و گپا بیاد زیاد میپزن. ولی در زمستان زیاد میخوره لی هوا گرمه. زمستان دسته 30 روپیه. خب کم می باشه در زمستان. جورش 15 روپیه چی رقم؟ 30 روپیه. آله. خب دستای کلان کلان است. در زمستان با می 30 روپیه 25 روپیه می باشه. گفتی در زمستان همی چند می باشه؟ اینمی 30 روپیه 25 20. آله که از جوره 15. جوری 30 روپیه. جوره 30. گرمیز دیگه. گرمی سا کس نمیخوره آقدر. وقت چیز کرده است داود چند شده که چه شکلال ببریم؟ سلام علیکم. حاجی صاحب خوب هستی؟ شکر الحمدلله. جان جور است؟ بخیر آمده خوب است. آلوچی کجاست بخیر؟ ای به آلوچی بعد مارکت بریم دیگه بچه اجی دیگه ما قندار است یا کابل نمیگن؟ یار شاید از قندار یا باشه یا اسپاغمان باشه از هر جای که باشه. نام خدا شیرین است. الحمدلله بگه یک دانش خوب بخونی بچه اجی. یک دانه خوب بخون. نه اگر پامله صدقه سر دستو که خود یاد نیست. قربان چم. جور است دیگه. بخیر باشی. بسم الله بگیم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم و علی برکت الله. واه 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 واه. خوبش تام خیلی تا بخو. از خاطر من بخو. چه خبر؟ یک تا دیگه. اگه دل ماشه. خیر من میتونم پیسه شم. دل من نمیشه. نوش جان. این خورترک شم بخو ما. مرا مزه داد گفتم آجی صاحبم یک تا بخوره که شما از دیدنش مزه کنی ها؟ والا خیلی شیرینه. خب مقصد خودتان شیرین است بچه اجی. قربانت شم آجی صاحب. خانه کجاست؟ چه وقت است؟ خانه که از پروانسی است. مگر آمده موجه قرا میدار مارکت می مال میاریم امی تا قرا نصیب قسمت دیگه 1 کیلو نیم کیلو دمی کراچی تلکده. هم تلکده. ای کوتال بیادر کرده پروانه چه رقمی ای؟ او رو خب از 2 نفری که دگم کاری میکنه. یکی دگم کاری میکنه به کراچی رو بالا میکنم بعد کراچی رو کس بالا میکنه. معلم است اگر بچه‌ش مریض باشد به خاطر بچه خود کس کراچی میگه بچه‌ش مریض بود. استاد هم هستین؟ استاد مکتب هم هستم بله. مکتب هستین؟ بسیار. استاد کدام بخش تدریس میکنین؟ بخش ریاضیات. خدا. زنده باش. ریاضیات عالی یا فعلا؟ از میاد ما دوری مکاتب است. دوری لیسه 2012. خب لیمیت انتگرال یا لیمیت انتگرال مشتق و احصایه و احتمالات و این چیزا از دیگه. مادامی ریاضیات عالی کلش مرا خوش میامد. میگم امی انتگرال آزار میداد مرا. گپ دمیاز نه. امی استاد یادی که باشد از مقصد جور نیست. خلاص بگه بعد دیگه. تدریس میکنین؟ امی الان فعلا تدریس میکنم ما. وظیفه بسیار دور است. این درجان قیمت است. رفتم مقصد میکنیم که مکرر خود میکشیم بچت میکنیم. امی شوام بسیار است. استاد چند سال شد که باز شما تدریس میکنین؟ این دو که 21 سالی 21 سال است دیگه. چه کمیال شاگردای شما را میبینه برشان چی گفتنی دارین؟ والا ما باید گفته دیدن که بعد وقت خود به جای تیر نکنن، وقت خود ضایع نکنن، همت خود از دست نبدن. این فکر نکنن که یک طلا اکتفا برای تعلیم کنن. میگه تک چیز یاد کنه تاقچه بانش. لازمش کسب هم مهم است، لازمش کارم مهم است. یعنی همت خوب چیز است. به شاگردای ما این پیغام است که باید همت از دست نبدن. دمی هر انسان همیشه یک حالت نمیباشه. غربت می پیسه و یک وقت میباشه، یک وقت ختم میشه. داری ختم میشه، پدر و مادر میره، چه میکنی؟ همت باید داشته باشی. به همتی این خوب است که وقتی دست دراز کنی، یا این خوب است که از همت خودت مفاد بگیری، از همت خودت فایده گیری. استاد موقع پس میگه فرزند هنر باش نه فرزند پدر. بیشه. همینطور است. فرزند هنر که بودی بیادر نام پدرم ماشاءالله بلند میشه و خوب آدم به جای میرسه. قدمی است. حتما برای سر جوانان و سر بچهای تمام تو کوشش. الحمدلله بچه‌م میل سن کلان سن 11 است. ام مکتب میره و ام بعد وقت کار میکنه سرش. نه الان یک وقت جلال آباد رخصت است. مکتب وجود جلال آباد است. مگر رخصت 3 ماه زمستان کار میکنه، مصرف خود میکشه، اوج بعد مصرف میکنه. با وجود که شما استاد هستین سر جوانای کشور تلاش میکنین که به یک جای برسه، از اولادتون چی تقاضا دارین؟ از می جوانای جامعه چی تقاضا دارین؟ جوانای جامعه تقاضا دارین که باید تشویق، جنبه تشویقی باید داشته باشه در هر حالت. که به سر خورترکا باید نظر داشته باشه. تو فکر نکنه خورترک نباید که کار کو تعلیم نکو.
یا تعلیم کو کار نکو هر دویشه با بچه با مفرسد با مقرری با مجان با قربان که هم آیندهش اولاد یک قسم جور میشه یک قسم جور میشه که تعلیم بکنیم و کار نکو یا کار بکو تعلیم نکو این طور میشه هر دویش باید بیت متد باید گرفته شه که هر دویش پیش بره که هم اقتصاد جور شه او هم آینده اولاد جور شه. من مطمئن هستم که نامتون استاد چی؟ اسم از نجیب الله. استاد نجیب الله را بسیار زیاد دوست دارین، خصوصا شاگردای استاد که هستین دیگه واقعا که افتخار هستن و خوشا به حال شما که همچین استاد دارین که تشویقتان هم میکنه و دوستتان هم داره و زحمت میکشه. بسیار زیاد تشکر. زنده باش، سلامت باش. قربانتون چقدر شدی اینا رو دو تا آلو خوردی؟ صدقه سر چی گپ میزنی؟ نه گپار بان ای دست یک تا دیگه بده نه صد تا دیگه بگی حلال است باید خواهش میکنم. ما استاد مکتب سرماق دارین او بیاده قربان بخو یک شما سرماق دارین استاد. یک تا دیگه میگیریم برای جوان که دلش چی میگه؟ ما میگم چیزی ضرور نیست. قربان چم بسیار کم است. سلامت باشی استاد. بخیر باشی. ما بچه که تو هر دقیقه از من گله میکنی که تو خودت میخوری با ما نمیدی. خداحافظ استاد. بخیر باشی. سلامت باشی. چی اسم؟ چطور هستی او بچه؟ صحتت خوب است؟ جان جور است؟ چطور در چرت هستی مواره؟ پاو چند است؟ کیلو یکیست. این پلاستیکا یک کیلو است؟ نه. نیم کیلوست؟ آه. چند شده؟ 10. اینمی 10 روپه. اینمی یک پاکت مرچ دوستا 10 روپه. وزیر از کجا میری؟ از مارکت. از مارکت یک کراچی آورده بودی؟ نه در موتر. از این بگو که امتحانات چطور تیر میشه؟ امتحانات خوب تیر میشه. صنف چند دستی؟ صنف 3. صنف 3. امتحان چی داشتین امروز؟ امروز امتحان داری. خوانده بودی؟ یا نه خوانده بودی؟ خوانده. راستش بگو بچه‌ش. خوانده بودی. یک 4 سوال حل کردی؟ کلش نگفتی 4 سوال است. باز استادتان میفهمه که تو کار میکنی. استادای تا بگو که من کارم میکنم که حداقل همراهت همکاری هم کنه. صحیح است؟ یگان روز وقت میری نه وقت میری در حساب بازی و گپا کمکت کنه. بیادر کلان داری؟ نه. پدر جانت هست؟ کجا هسته؟ او در موتر. کار میکنه وام؟ میخوای داینده چی کارا شوی؟ داینده معلوم نیست. از ما یار ملامت نمیکنم دوستا، شما ملامت نکنین. از بس که اینا فکرشان در کار شده که چه وقت بریم چه وقت بفروشیم نه چه وقت خانه بیاییم. دیگه آینده ازم یاد آدم میره. خب مگم برد یک هدف نه این که بخیر دکتر میشی انجینر میشی روزا تیر میشه. خب این سختی ها بچه ها تیر میشه. فهمیدین؟ درستان بخونین ان شاء الله بخیر انجینر شوین پیلوت شوین. صحیح است؟ برات چکتر. خداحافظ. خداحافظتان. سلام برسه. مانده نباشیم. جور باشی. ساعتت خوب است؟ شکر فضل خدا. فامیلا خوب است؟ شکر کلی بدوای. جان جور است؟ شکر فضل خدا بخیر. رفیقش تو خوب هستی؟ سلام. ساعتت خوب است؟ بیادر است یا رفیق؟ رفیقه. جمع بیادر حسابش کو. بیادر خوانده است دیگه. والا بیشک. این تازه کشیدی بخیر؟ نه دیگه حالا کشیده رئیسیم بیادر. این بیادر چند سر باشه؟ اینمی یک 4-5 سر میایه. 4-5 سر میایه. بله. بازی داو که باشه تو زود که از تراشک میبره چی رقم؟ نه ایده که داو ما موندیم یک ششته میشه. ایده که ما پوست میکنیم یک آنانش گلپر میباشه یک پر میباشه نه قسمی. بازی رو داو میندازیم پاک شوه ایده خلال کلم میدونم. ببینی نام چیز لالا؟ اسماعیل جان. باز چند رقم کشمش آوردی؟ کشمش 2 رقم آوردیم. این چند است و چند؟ این کیلو 140 است گوم 140. بازی نسبت به یک ذره پاکتره. این پاکتر است؟ این دوستا چیندگی هم تو پاک است، دای سبدک است، تاشتک دایی هم دیگه هم تو خوب است، یکم باید چشتا شوه دیگه. بله یگان دیچنی کار داره. بازم و تلدارا زیاد میبره یا کسایی که یگان ختم و خیرات و والا ختم خیرات و ریسیا خود یگان دفعه میبره که هتلیا داریم. اگه 4-5 هتل پیش ما میبره. همین شام نه صبحی وقت میبره. ولی به چی وقت دور میکنی؟ ایده دیگه تامی خفتنا را یک در شو میشه که زیاد بازدگیش من به صبح صبح بخیر. خراب نمیشه. نه ما کس میشیم یخ میزنیم اشتای جورش میکنیم.
در زیرش هم یخ میمونن، در سرش هم بله، بجیره تر آره. میکنی فکر کن. بجیره تو کسی والا راستی نه در زیرش یک کن در یخ از دوستان. من میگم که کدام سر میزنه این بیادر کی شوتا نمیشه. والا مجبوری دیگه هر کار دنیا یک چهار فریب داره. یک سر داره که نزینی با نمیشه. مکتبا رو چی کردی بسم جان؟ مکتبا 12 سال بخیر. سال آخره. امتحانا میری؟ آها والا چی کنی؟ والا آفرینت. کاری که میشه. باز دی مکتب یک 4 امتحان مونده یا 6 دیگه بدون امروز دو امتحان دیگه من امروز خلاص شد. امتحانم تیر شد. امتحانم خلاص شد بخیر. امتحانای 4 نیماست. باز فکر کنم یک در روز رخصتی دارین. دیگه نسبت من به آب و هوا گپ است. اگه آب و هوا گرمی بوده خواند رخصت میده. اگه نبوده که میگه بیای دیگه. من میگم رخصتی باشه که خودت یک کمک موندگی تا بکشی. رخصتی دیگه در روز کجا رخصتی میشه؟ حداقل یک ماه خوبه که ما بفهمیم. خب اسماعیل اگر رخصتی هم در یک ماه بده تو خودت جای مجبور هستی که نری باشی در کار. حالا دیگه همین مکتبم که آدم بره مونده و زله میشه یا نمیشه. یکی مکتبی که دیگه در روز والا اگه بفهمی که چی گپ نشد. حداقل یک ماه باشه فهمیدی که رخصتی در مده چه بفهمی. ما که صنف 12 بودیم باز یک دفعه تمدید شد. در روز بود در روز دیگه تمدید شد. والا بشه. هوا گرم بود. یعنی شما فایده کردی. خیر باشه. بشه. جان ما شما جور باشه. در رشد باشیم. ان شاء الله بخیر یک آینده روشن برات خداوند. خدا یارت خیر بینی بده. جمع خدمت برام. تشکر اسماعیل قند. موفق باشی بعدا. سلامت باشی. زنده باشی. کاکایم سلام برسه. مونده نباشی. کدام گلاس چای است که یک جایی بخوریم؟ چای آمد، گپ آمد، سخن آمد. قربانت شم خدا تو را کم نکنه. خوب است ان شاء الله. شکر خداست. بگی سودای تبت گپ هم میزنیم بگی. دوستای عزیز کاکا میگه گپ هم است، چای هم است، سخن هم است. این میگه پیشانی باز، این را میگن بیادر آدم خوشخوی. دیگه باش که سودای خدا بته باز بخیر قصاب میکنیم و گپ هم میزنیم. خب پدر جان چطور هستی که کاروبار بخیر میگذره؟ خیلی رای تو تایت 5 و 4 کلش. رای تو تایت 5 و 4. ولی شرطتم خراب نیست سرش. نه شرطم چرا خراب باشه؟ خلالا کلمه به خدا. پدر چند ساله باشی؟ 62 سال. به خدا. یعنی تو تبخوش هستی که یعنی تو رین تزگیره مام در جیب مست نشانتان بتم. قربانت شم. چای از این اوتلکا میخوایی باز؟ چای هم از این اوتلکا والا روز 130 روپیه چای میخورم. چند نان چاشت میشه؟ نان چاشتم هم 60 روپیه. 100 روپیه حسابش کن. 100 روپیه. 5 سال کارگر است. نه زیاد میشه بنده خدا 1500. ای بابا گفتم 1500 خیلی نمی بچت برای من حق نه. 13 بچه هستی اونجا. فهمیدی یا؟ ما خدا چند ساله باز ترکاری فروش هستی؟ یک 20 سال میشه. 20 سال. اینمی ترکاری و بان که تیک تاک جور من هرچی جور کنه. پیسه مقصد نقشه و انشاءالله که خوب فروشات کنی آجی صاحب. سلامت بخیر باشی بچه کاکا. تام بخیر باشی. سلامت باشی بخیر باشی. نه والا ما خود چرتم خیلی تازه است. ما رای تایت 5 4. سلامت باشی بخیر باشی. خدا باشی. اینا شوقی هم هستی؟ یه خوب بودن است بدره نه. همین لامزده با خوب بیادم اونجا. همین شوق بیران ما. شوق بیران نیست دیگه. دیدیش دیگه. مقصد که اونجا آمد یا نه؟ در فیلم آمد. مقصد که اونجا بیاریشه. خوش آرام باشی. سلامت. تایت باشی. تایت راید. بخیر باشی. بچه کاکا قربان سلامت باشی. وقتی تو گیگم. سات خدا. خدای. نم دست دورورا. احمد گل. دلته څه کار کوي وروره؟ دلته بارین اوړم. باربري کوي. و. څنګه دا کاروبار ختي؟ کله نه کله دغه کله کاروبار نه کله نه. کله ستا کله نسته. و. ځای نه راغلی. ته ملک نه د بره د پغمان ته کټه خېلو نه. کور پغمان کې. و. اصلي کور چیرته ده؟ هم دلته. اصلي کور پغمان کې ده. دلته تخت چې دلته مسافر ما. پاره کراچۍ ته ملما. څنګه دا کاروبار کیږي؟ نه کاروبار نه تبرک دی. هیڅ نه ده. هیڅ نه ده. کاروبار پکې برک دی. کاری فروشي نه کوي. تا کار پریتی میرا راوړې واغه ګاندا تولا په میټ تکا تکړه. خو از بعضا همیشه از بعضا حوصله زیاد میخواد، از بعضا بیادر اما یک روز که ازش خراب شد دیگه همه کم میشه. رضا خدای مهربانه. رضا خدای مهربانه.
موفق باشید. خب دوستان عزیز، اینمی دیگه بازار کوته سنگی شهر کابل است. عصر کوته سنگی تا شام دیگه که ما هم نزدیک پل میشیم آرام آرام دیگه. هستن دوستا و هموطنا. ایسنا بیم سرماقار هستی؟ والا پیسه از کجا کنیم که برگرد؟ ها کاکا؟ حتما دوستا عزیز شما هم پشت این فضا دق شده بودین یا هم حتما منتظر همین تصویر زیبای کوته سنگی بودین به این وقت شام دیگه. شما میبینید نام خدا یک فضای بسیار گرم است. دوستانه از بیادرها دوستا و هموطنا دیگه اینجا آمدن از جای مختلف کار میکنن. سلام علیکم حاجی صاحب محترم، خوب هستین؟ خیر خیر است. صحت شما خوب است؟ پختو صد خدا خیر که جوړه ته بر خطرېږي ان شاء شکر الله. الله الحمدلله. ماما جان دلته څه کار کوي؟ دا مرچ خرڅوم. مرچ خرڅوي؟ او څنګه د قیمتونه ښه ده که نه؟ قیمتونه خو دغه جنگ د امریکا او د ایران ده او دلته په افغانستان باندې قیودات دي. جنگ هلته ده او قیمتونه دلته ده. لکه د څو افغانستان اول ته نه پوهېږم ولې داسې د افغانستان خلک خو اول ته آخره خوارزار وو. د موږ ټول مواد خوراکات وارده دي، دغه خو نه راځي، د دې خو نه راځي. نو په می خاطر باندې که ګندنه وایي قیمت ده، که کچالو وایي دا شی وکړي ټول ورته قیمت دي. جنگ په هلته ده او قیمتونه دلته. قیمتونه دلته. یو لیتر تیل نن 100 افغانۍ دي. یو کیلو ګاز په 98 روپۍ دی. 98 روپۍ همداسې. د سړی د دې کراچۍ نه څه پیدا کوم؟ لاس نفر آشاخور لرم. څو کاله کېږي چې دلته مصروف یې؟ دغه 4 کاله 3 کاله کې دغه کار کوم. چې همدلته یې؟ همدلته یم. بچیان شته؟ بچیان شته دي، ټول لوړي دي. ماشوم ده که نه؟ وړي دي، لوران دي. خدای مهربان ده ماما. خدای اول تا آخر مهربانه ده. خدای افغانستان خلک مهربانه کیږي. ټول توکل په خدای. توکل په خدای کړی اول تا آخر. او خدای افغانستان خلکو ته امکان لري. ان شاء الله خشي ان شاء الله. خدای مهربانه ده. شکر چې خیر. شکر د پاولاد. قربان ډیر مننه ستاسو. تلویزیون ده. گزارش شهری ده ماما. په یوټیوب چینل کې ده. ډیر مننه ستاسو. ډیر مننه. ډیر مننه ستاسو. ډیر مننه. سلام علیکم بیادر، خوب هستی؟ گرفتی بخیر؟ اگه جای نمیشه خالته دیگه بخواهیم؟ نه جایی میشه. ساعتت خوب است؟ جان جور است. چی گرفتی؟ ترکاری گرفتی یا کم ترکاری گرفتیم؟ گفتم کدام 2 کیلو گوشت گرفتی؟ نه دیگه حالی وقت گوشت نیست، حالی من ترکاری خودم میچلام. گوشت از کجا شو؟ دیگه وقتش نیست. کیلوی 4.5 شده باشه دی؟ والا هم قدرها هست دیگه نگرفتیم دیگه چی میفهمیم. نامتان؟ نام عبدالله. کاکا عبدالله. کجا روان هستی بخیر؟ طرف خانه. چاره قنبر یا کوتسنگی؟ نه چاره قنبر، هم تو سری. خوب است می عصرش یک کبک ارزانی است. خوب است، خوب است، ترکاری ارزان است. یگان شام از اینجا میگیری چوداره؟ یگان وقتی برابر شو میگیره. گفتم دخلت یک تکان داری، گفتم کدام کیلو گوشت گرفتی خیر. خب گوشت هم خدا مهربان است، میشه که بگیریم یگان وقت. خب مگم قیمتی است؟ قیمتی خود طبعا دیگه قیمتی است. کل چیز قیمت شد. گاز هم قیمت شده. بله دیگه گاز هم قیمت شد. در یک روز در یک شب روز 10 روپه قیمت میکنم، 20 روپه قیمت میکنم. هیچ کس پرسان نمیکنه که چرا کجا او گازی که از کشورهای وارد میشه اوجا قیمت شده، همون گاز قیمت شده او همون روز رسیده ایجا دیگه. بعد با احساس شد سوال شد که چرا قیمت است. توکل به خدا. خدا میره. خوب است. سلامت باشی. بخیر باشی. تشکر. اشرایتان خوبی. خداحافظ. بخیر باشین. سلامت. خب دوستان عزیزی هم راسته قصابی است که شما میبینید پشت سر امی پایه های کترای هایی که گرفته شده به طرف هم قصابی است و از این پایین تر هم دیگه مکمل ترکاری فروشی است و همچنان دوستا و هموطنایی که دل نمیجه مصروف کار هستن و
دمیجا مصروف هستن باشین کمی. برو بیادر برو بیادر برو بیا این طرفتر بریم که این طرف پلچیگه پاس خدا دیگه هستی موجه کتمو یک مصاحبه که جلالی یک مصاحبه سلام علیک. سلام علیک. زنده نباشی بیادر. جور هستی بیادر صحتمند. چی گپا؟ کارا بخیر بگذره؟ شکر فضل خدا. چی گپا؟ توکل خدا. هاتیم بخیر. چی گپات خیریتی؟ خوب هستی؟ شکر بدوای. چند پاکت تاکدی بخیر؟ من 50 دانه زدم شفتل بری برد. بیادر راستی. چقدر فروختی بیادر؟ 50 خالتر دادم میالی چت پاتش کردم. اکثره؟ یعنی می کمش مونده 2 دقیقه ای گپا. 2 4 6 یک 4 تا می باشد. تقدن دان وریسی میره 10 دقیقه. تقدن. چی گپا؟ حسابای تا گپای تا میشه فرکی زو بیادر کنش. خوش منطقه خود هستی. تفکوشی که نکنی زندگی تیر نمیشه. زندگی گرمی دق میاره. والله خیلی دیار. یه قضیه دیگرمی دق میاره. نگفتی برام. نامم جمشید. بازی جبر به نام چی میشناسن دوستا؟ به نام جلالی. مشهور دیگه خیلی سابقه ای. چون زیاد تفکوش هستی نام خدا. نمی گپ خو خنده که دیاب میگونی گپ دونموز. ولی کدام فکایی باز بر دوستا هست که بگویی نه؟ دیگه در جذبه هستم. خواه جمشید بیادر. انشالله کمی کاربار میشه کلان گپ است. بله سر. ما امروز گفته باش که می اول شما دوستا و بزرگا را بگیریم که چی دب هستین نه. گفتی کارم میشه ما دیگه انشالله چاق میشم بخیر. زنده و سلامت باشی بیادر. حرف پیام گفتنیه. من پیام این میست که وطن جور باشه. جوانا دکار باشه. امید به خدا. هر جوان با امیدش با آرزوش برسه. وانا چم بیادر. بله بیادر. موفق باشی. السلام علیکم. چی میخوری؟ چای میخوری؟ چی میخوری بیارم برات؟ وانا چم. بخیر باشی. سلامت باشی. بیادرم خوب است؟ شکر. مانده نباشی. خوب هستی؟ یک تکمی چشم روشن میشه طرف می کراچی لیمو کادم سعی میکنه. حالا دیگه نمیچنه. از خودت کراچی کردی ایش چند است لیمو وی چند است؟ لیمو کیلوی 100 روپیه میاد دیگه. لیموی وطنی سینی هندی خوب است. هندی باز چند است؟ ای وطنی است؟ ای وطنی. وطنی چند است؟ هر دوی 100 روپیه سودا میکنیم. اودار است خوب اودار. من فکر میکنم که همین اودار باشه زیاد. اودار هر دویش است خو یکم در حساب ترشی زیاد ترش و یکم ترشیش کم است. در اینمی خاطر مردم نه مردم زیاد از اینمی خاطر میخره که ترشی زیاد داره. اینمی زدن بازار از دیگه بیروبار میشه ان شاء الله فروخته. شکر الحمدلله میشه سودا. تو نگفتی؟ نامم اسمت الله. اسمت جان. خودم یک 5 سال 6 سال میشه میجست. خودم یک 11 سال میشه که میجست. 11 سال. میرفی قم تبت. یاد رفیقی هم تبم است. خوش آرام باشی. خوش باشی. چیزام در خدمت. تشکر. بخیر باشی. خب دوستا سلام علیکم. خوب هستی لالا سات؟ خوب بخیر. زنده خوب باشی. بخیر باشی. قربان. این سمت هم دیگه میریم اما تو به طرف خود پل زیر پل کوتی سنگی را داره و اینمی هم بیروبار اینمی منطقه کوتی سنگی. امید است که تاییدم بیننده برنامه ما بوده باشین. ما را تنها نگذاشته باشین. خوب هستی؟ جان و جور است؟ کدام گفتنی داشتی؟ دیگه انشالله برنامه های آینده ما را شما بیننده باشین. مدامی 2-3 روز که اینمی پیرانتنبان که اینمی واسکت در برنامه میایم مچم که اینمی پیرانتنبانی گپا در جان من میخوانه نمیخوانه. شما هم دیگه یک بزرگی بکنین در بخش کامنت یک پیام بانین که اگه میخوانه کسی بعد اینمی پیرانتنبانای رنگ و رنگ بخیر گفته و بیادرا استور کنیم بپوشیم. دیگه باز اگه نمیخوان پسمون یونیفرم همیشگی ما پتلون سیاه و یگان یک خنقاق. دیگه دوستتان دارم. منتظر برنامه آینده باشین. همیشه تلاش ما این است تا بهترین ها را از نقاط پر جمع جوش شهر کابل برای شما عزیزان تقدیم بکنیم. الله حافظ و ناصر شما باشه.